یک دو سه چک صدا. اوکی. سلام، خبرک شده باز شروع. با هم دیگه میریم جستجو ببینیم اوضاع چجور بوده. روحانی ریخته کرک و پرش، قاطی شده زیر و زبرش، کاندیده هاش هست شده خرش، لنگ میزنه خون جیگرش، مشت و لگد خورده تو سرش، گیج میزنه حالا بعد 37 سال میگه جمهوری اسلامی چیه معنیش؟ به پدرش. هنوز در مفاهیمی از انقلاب اجماع نظر نداریم. 37 سال از 22 بهمن 57 گذشته است. فکر میکنم هنوز هم نیازه که ما انقلاب را معنا کنیم. خبر بعدی از اطلافه، خامنه بعد جور شده کلافه. آخوندا گفتن که اینها لافه، ولی دیدن نه گل تو سجافه دروازه شونه. هواپیماها رفتن اینجرلیک، عربستان رفتن همین نزدیک. السلام علیک و هذا تلفن قوي شلونك انت صيدلي اموال الشعب میکشی بله تذهب یمن تذهب سوریا تذهب لبنان حالا باید برگردی تهران هم نیست. خطر رو خوب فهمیدن دو روزه، هلال شیعی که فقط یه پوزه، بادکنکیه که پر از دوده، بحث منطقه واسه آخوندان بود و نبوده، دستشون توی منطقه رچه میپاشن از هم، بعدش میبینی دشمنا کم کم. اگر در سوریه اونها موفق بشن به سمت لبنان خواهند رفت، اگر در لبنان موفق بشن به سمت عراق خواهند آمد، اگر در اونجا موفق بشن ممکن این حرکت رو به سمت ایران ادامه بدن. خبر بعد باز انتخاباته که نقل مجلس این حضراته. اکبر کوسه باز تهاجم کرد، گفت اسلامیت و جمهوریت ما شده تضعیف، بازم میان قیف میکنن تکلیف، حسنک رد میشه اوضاع بد میشه ها. روحانی هم باز اومد به میدون، یه سیخی زد توی شکمشون، گفت خبرگان کارش نظارت روی رهبره که صفاتش یک وقت نپره. البته خامنه صفاتش یک وقت نمیپره چون از اول آدم بی صفتی بود. میرسیم باز به آخر خبر با یک لعنت به ملا، اون ولی فقیه دلا. در پایان این بخش از اخبار با همه شما خدا نگهدار.